وزارت دفاعی روسیه ویدیوی بیرون کشیدن قسمتی از اصلحه و مهمات جنگیش از سوریه را نشر کرد. وزارت روز 15 مارس با نشر این ویدیو و بیانیه رسمی در وبسایتش نوشت که چند هواپیمای جنگی سو-24 روسیه سوریه را ترک کردند و به پایگاه‌های دائمی خود برگشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 14 مارس اعلام کرد که کشورش به اهداف عملیات 5 ماهش در سوریه رسید و برای همین بسیاری از نیروهای نظامیش را از سوریه بیرون می‌کشد. روسیه 5 ماه پیش با اعلان جنگ با تروریسم بین المللی و حمایت از حکومت رئیس جمهور بشار اسد عملیات نظامی را در سوریه شروع کرد و زمان از بیرون کشیدن نیروهایش اعلان داد که گفتگوها درباره خاتمه دادن به جنگ سوریه در شهر ژنو آغاز یافته است. درباره این قرار روسیه صحبت داشتم با براین ویتمور، شورای امور روسیه در رادیوی آزادی. براین، چرا روسیه به یک بارگی اعلان کرد که بسیاری از نیروهایش را از سوریه بیرون می‌کشد؟ به اندیشه من سبب اصلی این است که روسیه به بسیاری از مقصدهایش رسید. روسیه توانست تلاش‌های کشورهای غربی برای از قدرت راندن بشار اسد را بی‌نتیجه کند. آنها توانستند بحران مهاجرت به اروپا را بدتر کرده و در این منطقه جدایی اندازند و سیاست خارجی روسیه را پیش برند. ولی مهمتر از همه به نظر من حالا روسیه جای خود را در گرد میز بزرگ پیدا کرد و دیگر در انزوا نیست. اگر به نیم سال پیش از دخالت روسیه به سوریه برگردیم، روسیه چی حالی داشت؟ روسیه یک کشور بی‌آبرو در جامعه بین الملل شد و با بطلاق بحران اوکراین فرو رفت. روسیه حالا کشوری شد که همیشه می‌خواست باشد. حالا به حیث میانجیگران سازش آتش‌بس در سوریه همراه با آمریکا سر میز مذاکرات نشسته و وانمود می‌کند که ابرقدرت است. سوریه برای روسیه فقط یک ابزار برای بیرون کردن خود از انزوای بین المللی بود که به آن همچون قدرت جهانی مناسبت کند و روسیه به این هدفش رسید. آیا این قرار روسیه می تواند به جریان گفتگوهای صلح در سوریه کمک کند؟ به اندیشه من ممکن است که به جریان گفتگوها کمک کند، زیرا روسیه با قرار به بشار اسد پیام می‌دهد. در اول این باور بود که روسیه می‌خواهد حکومت بشار اسد را نگه دارد. آنها حکومتی را در سوریه می‌خواهند که از منفعت‌های روسیه را حمایت کند. به فکر من این درباره شخص خودی بشار اسد نیست. حالا قرار اخراج نیروها پیام به بشار اسد است که بهتر است با مردم خودش در ژنو با نیت خیر مذاکره کند. این هم یک پیام برای بشار اسد و هم پیام به غرب است. تشکر. همکارم براین ویتمور، شورای مسائل روسیه در رادیو آزادی صحبت می‌کرد.